سلام رفقا. یه کار توپ آوردم براتون، پیچبری کار تراشه. امیدوارم خوشتون بیاد و همونطور که خوشتون اومد، هر چقدر که خوشتون اومد برو حمایت کنید، ساب کنید، برو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت رو یادتون نره. ببینید دوستان، برای یه پیچبری حرفه‌ای و خیلی با کیفیت بالا، اول کارو به اون سایزی که میخوایم میرسونیم، اون جایی که میخوام گام پیچبری ایجاد کنیم میرسونیم، اون سایز رو میرسونیم به اونجا و ابتدا و انتهای رزوه رو حتما باید یه پخ بزنیم. جلوی پیچبری که میشه پخ و انتهاش میشه گاه پیچبری که همون حدودا 1 میلی بعضی مواقع بسته به سایز قطعه داره بیشتر خالی میکنیم انتها رو که رزوه رد شه. تو تمام دستگاه تراشام یه جدول پیچبری داره، طبق اون گامی که نقشه از شما خواسته بر اساس میلیمتر یا اینچ تمام این دنده ها رو جابجا میکنید و بر اساس اون گامو سوار میکنید، در اصطلاح تراشکاری گامو سوار میکنید و آخر سرم اهرام پیچبری رو فشار بدید به این راحتی. و همین، البته به همین راحتی که میگم چند، شاید بگم 6 ماه یا 1 سال باید حتما کار کنید تا به این مرحله با این کیفیت باید کار کنید. ببینید دوستان، حتما اگر خواستید پیچبری کنید، حتما رنده کارتون رو از الماس استفاده کنید. چرا الماس؟ چرا میگم الماس؟ به خاطر اینکه الماس هم کاتینگش قوی تره، هم بهتر بار برداری میکنه، به راحتی نمیسوزه. ببینید به چه زیبایی داره بار برداری میکنه. اصلا نمیگم نمیسوزه، میسوزه ولی خیلی دیرتر و قطعه پس نمیزنه، استانداردتره. ولی هاشستس این برنامه رو نداره. حتما شما باید با آب صابون بزنید، رنده تون میسوزه و باید تیزش کنید و امثال هم. و این کارهایی که گفتم باید روی هاشستس انجام بدید. ولی شما نگاه کنید، رنده ما تو این رزوه الماسه، در عرض 4 یا 5 پاس کار رو در میاره براتون و به راحتی میتونید مهره رو طبق همون بامی که دارید سریع کار رو انجام بدید و مهرش هم ببندید. من میخوام فقط شما رو دعوت کنم به این هنر، این کار. فقط اینم باید بهتون بگم که تراشکار هم باید ترافرز باشه، هم باید خلاق باشه. حالا بر اساس تجربه‌ای که من دارم، هم رو تراش، هم رو فرز، هم رو CNC، به نظر من خلاقیت کار تراش خیلی بیشتر از فرز. CNC که کلا برنامه است، ولی فرز خلاقیتش کمتره، ولی تراشکاری خلاقیتش واقعا، اپراتور خلاقیت خیلی بیشتری میتونه از خودش به جا بذاره. رو قطع کار قشنگ مشخص میشه تو رزوا، تو رو تراشی ها، رو پخا، چون تراشکاری عمومیت داره. ولی CNC یه چیزیه که خیلی عمومیت نداره. یعنی مردم، شما الان یه کار در واقع صنعتی رو بگید CNC، خیلی مردم شناخت آنچنانی ندارن. مردم عامه، یه سری که تخصص دارن میدونن CNC چی کار میکنه، ولی تراش یه چیز عمومیه. دوستان ببینید چه راحت داره بارور میداره، ببینید خوشگل، آدم واقعا کیف میکنه از این کار. به همین سادگی، به همین روانی. حالا یه بادم میگیریم برای اینکه پلیساهایی که داشته از بین بره. حالا مهره رو میبندیم. اگر همه چی درست رفته باشه، گامو درست رفته باشیم، همه رو عدد رو درست رفته باشیم، این مهره باید به راحتی بسته بشه. همونطوری هم که میبینید، ببینید دوستان، به راحتی بسته شد و لقم نمیزنه، سفتم نیست، تا انتها هم بسته شد. و دوستان حمایت کنید، ما رو سابسکرایب کنید. میدونم که حالا کارهای ما خیلی با کیفیت نیست، اینو کاملا خودمون میدونیم، تیم تکنو صنعت کاملا واقفه به این ماجرا. در صورت حمایت شما انشالله کارهای بهتر با کیفیت تر رو حتما خواهیم گذاشت. با تشکر، مؤید باشید.